امروز در مورد فیلم پالپ فیکشن، یا اگه بخوام ترجمه فارسیش رو بگم داستان عامه پسند صحبت میخوایم بکنیم که محصول 1994 هستش، به کارگردانی کوئنتین تارانتینو، کارگردان بسیار شناخته شده 3 دهه اخیر سینمای آمریکا. که این پال فیکشن در اصل فیلم دومش هستش که البته روی همون فیلم دومش به شهرت جهانی تونست برسه، حالا هم از لحاظ فروش و هم از لحاظ جوایز بین المللی که تونست بگیره. فیلم اولش که خب اگه تونجا که یادم باشه سگ‌های انباری، قدیما یه جور دیگه ترجمهش می‌کردن سگدانی یادمه، ولی بعدا درستش کردن سگ‌های انباری. اولین فیلمش 92 سگ‌های انباری بودش، 2 سال بعدش 94 این فیلم داستان عامه پسند رو ساختش. بسیار در سطح کل دنیا معروف شدش با این فیلم. البته یه قسمت از یه جنبه دیگه از شهرت که اگه بخوام بگم که باعث شد مثلا این فیلم به معروفیت زیادی برسه، قضیهش این بود که این فیلم در واقع سینمای مستقل به حساب میادش تا حد زیادی، ولی تونست چنان موفقیتی به دست بیاره که در واقع دو شکل از فیلم رو در واقع اومد و در متن اصلی فیلمسازی و تولید فیلم آمریکا قرارش داد. یکی سینمای مستقل بود، یکم سینمای پست مدرن بودش. البته که خب چه در مورد سینمای مستقل یا در مورد سینمای پست مدرن، در مورد هر دو تاش حالا در ادامه جلسه صحبت میکنیم. من فقط اینجا دارم یه اشاره کوتاهی میکنم. خود فیلم بر اساس، اگر اشتباه نکنم، 3 یا 4 تا داستانی هستش که موازی اتفاق نمیافتن، در زمانهای مختلف با هم دارن اتفاق میافتن. و البته این رو هم در نظر بگیریم که داستانهای فیلم هم به هم متصل هستن، ولی در این حال خود فیلم این ترتیب زمانی اول وسط و آخر داستان رو رعایت نکرده، به طور عامدانه ای اومده این اول وسط و آخر رو شروع کرده. تارانتینو جا به جا کرده اینا رو دستکاری کرده، زمانهای فیلم از این نظر دستکاری کرده و این خودش یک بدعتی بود که در یک فیلم خیلی موفق در جریان سینمای آمریکا اتفاق افتاد. البته که در نظر بگیریم این دستکاری کردن ها برای اولین بار نبود که در سینمای آمریکا اتفاق می افتاد. ما خب تو دهه 80 یه سری کارگردان های، حالا چه اونایی که سورئال کار میکردن چه اونایی که پست مدرن کار میکردن تو دهه 80، مثل دیوید لینچ، مثل برادران کوهن و جیم جارموش رو به طور مشخص داشتیم که در واقع بدعت‌های خودشون رو داشتن برای دستکاری کردن این خط داستانی و خط روایتی کلاسیک. ولی وقتی به تارانتینو رسید و فیلم داستان عامه پسند که امروز داریم صحبت میکنیم، میتونیم بگیم که این نقطه عطفی بودش برای هم سینمای غیر خطی، هم سینمای پست مدرن و هم سینمای مستقل، که در واقع به متن و بطن توجه سینما دوست ها و کلا تماشاگرای سینما برسه.